داداش گلم این خونه رو میبینی؟ میبینی این خونه رو؟ این اجارش ماهیانه 200 میلیونه، 150 میلیونه. اینجا رهنش در طول دیدی داداش، اینجا رهنش سالیانه 10-15 میلیارده. به خدا شما همه میتونیم اینجا زندگی کنیم، لازمش اون تنگه. تلاش کار کی میگه نمیشه؟ به خدا میشه. شاید از هر 1 میلیون نفر 2 نفر 3 نفر بتونه اینجا خونه داشته باشه. ما میتونیم جزو همونا باشیم. شما از دختر بازی دست بکش، شما از مهمون کردن این و اون هر هفته دست بکش، شما درینک میرینکو بذار کنار. میتونی، فقط باید یه کاری بکنی داداش، شیشه بزنیم تا بتونیم ببین. فقط باید شیشه بزنیم تا بتونیم اینجا. شیشه هم گرونه، تری بندازیم. تری ارزونه. شوخی میکنم انشالله که برسید همتون به حق فاطمه زهرا، به حق فاطمه، به حق ابوالفضل علمدار، همتون بهترین خونه زندگی کنید، بهترین ماشین داشته باشید. من ببینم پوزشو بدم، عکس بگیرم ازتون، عکس بگیرم پستش کنم، بگم به داداشمون چی سوار شده، آبجیمون چی سوار شده، کجا زندگی میکنه.